شب جمعه، این گناهانتون رو در نظر بیارید. نمیگم سال دیگه، شاید شب جمعه دیگه زنده نبودیم. گرگب رو کند به درت بهر التجا، هر دم زمر حاجت او را روا کنی. هر کس به هر لباس که با عجز و التماس در حضرت تو رو کند، او را رضا کنی. خدا شب جمعه، خدا گداها شب جمعه میاد. در هر دکونی یا تو هر بازاری آدم شب جمعه میره میبینه گداها رو. من چه خبره؟ میگن شب جمعه. جوون و فصل جوونی بیاد مهدیه نصف شب جمعه بشینه زار بزنه، تو آقا با این آقایی جوابشو ندی، تو کریم با این کرمت مگه میتونی جلو به خودتو بگیری علی پسر نگذری؟ آی چندین هزار مجرم و آسی و روسیان در یک نفس ز آتش دوزخ رها کنی. یارب یارب همین بس است تمنای ما که تو هنگام مرگ مدفن ما کربلا کنی. شب زیارتی امام حسینه، شب جمعه. یارب همین بس تمنای ما که تو هنگام مرگ مدفن ما کربلا کنی. رسید قافل کربلا، امام حسین سوار اسب میشه. یه وقت دیدن اسب قدم از قدم بر نمیداره، اسب آقا رو عوض کردن. دیدن اسب دومم راه نمیره، اسب سوم آوردن راه نمیره، تا 5 اسب عوض کردن. نه اینکه امام حسین ندونه اینجا کجاست اما اسب میدونه، نه، اصلا خود امام میدونه اینجا کجاست. او تصرف ولایتی کرده، جلوشو گرفته، میگه نرو، میخوان سر و صدای دیگرها بلند شه بگن اینجا کجاست، بگم کجا. آقا چرا این همه اسب آوردیم راه نمیرن؟ فرمود ببینید از این عربای بادیه نشین کسی اینجاست، یه پیرمردی رو آوردن. فرمود پیرمرد اسم این زمین چیه؟ گفت آقا اینجا رو قادسیه میگن. فرمود اسم دیگه نداره؟ گفت چرا آقا اینجا رو شاطئ الفراتشم میگن. فرمود اسم دیگه اینجا نداره؟ گفت چرا آقا اینجا رو نینواشم میگن. هنوز او اسمی که آقا میخواد نگفته. فرمود آی من این زمین اسم دیگه نداره؟ گفت چرا آقا اینجا رو کربلاشم میگن. یه وقت صدا زد آی جوونا بارا رو پایین بیارین، اینجا منزلگاه ما